سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی من. مهدی گیمر هستم و امروز اومدیم که پارت هفتم بازی جی وای سیتی رو با هم بریم. امیدوارم تا اینجای کار از این سری بازی و ویدیوهای ما خوشتون اومده باشه. اگه از این سری بازی خوشتون اومد یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. این ویدیو لایک کنید و نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. لینک پیج اینستاگراممون میذارید میاد، اگر هم ازش خوشتون اومد نگاهی بهش بندازید، فالوش بکنید. بریم سراغ بازی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بزن بریم. اگه پلیلیست بازی جی وای سیتی رو ندید توصیه می‌کنم که برید ببینیدش که داستان بازی رو به صورت پیوسته متوجه بشید. واقعا قشنگه دیگه، قابل توجهه. پارت اول بازی واقعا ویو خوبی خورد نسبت به باقی ویدیو. دیگه حمایت کنید، دمتون گرم. پارت اول رو دیدید، باقی هم یه لایکی بهش بندازید. دمتون گرم. اینجا اومدش. خیلی خوب پاپی، بذارش با افتای من. تو اون یکی که دنبالش بیام ها؟ آره خودشی. فکر کنم خودش باشی، میدونیم؟ نه فکر نکنم بدونم. جدی؟ چه فکر کردی کلشم؟ فکر کردی میتونی بیای اینجا با عدوی احمقا رو واسه من در بیاری؟ فکر میکنم تو به اندازه جفتمون عدوی احمقا رو در میاری. اون تو رو احمق صدا کرد رفیق. منم میگم که اون یه دختر بچه کوچولوه پاپی. نگاش کن، مثل دخترها لباس پوشیده. تو اسم خود رو گذاشتی خشن، اون وقت مثل زنها لباس پوشیدی. ببینم مثل زنها میخوای دامن باد کنی؟ با زنها مشکلی داری رفیق؟ من از زنها خوشم میاد، از همه زنها خوشم میاد. من مادرمو دوست دارم جوده. باشه حرفتو قبول کردم، سخت نگیر. رفیق میتونی رانندگی کنی؟ آره مثل زنها. خیلی بامزه بود، ازت خوشم اومد پسر. خندیدنشو کمک کن، شاید بتونی ثابت کنی که مردی. شکمو ببین تو رو قرآن. ببین بیرون رو نشونت بدم که جگر داری یا نه. اینم آقای اومبرتو روبینا. ای رفیق، تو همون مردی هستی که میگن؟ من تا میری سیتی هم، بزن بریم. خیلی خب مرد، مثل زمه تقلب میکنی؟ ای رفیق، تو مردی هستی که میخوام. تو به خودت میگی مرد؟ ای بچه، تو یه بچه ترسو بیشتر نیستی، برو بغل مامانه. بد نبود، تو یه مرد واقعی هستی.
این مرد تو واقعا مرد هستی، ازت خوشم میاد، خیلی زیاد خوشم میاد. هر وقت که بخوای رفیق، چون همه رفیقای من مثل تو هستن. خب رسیدیم خیلی اوضاع خیته خبرتونه چه خبرتونه؟ دهنم سرویس شد سریم. رفیق خیلی جیگر داری. اوکی $1000 به ما داد. ماموریت خیلی سختی هم نبود، ولی خب یه خورده ممکن بود چالشی بشه، ولی خب از بازش بر اومدیم. یارم و این وسط ها رفت رو اصاب آدم. چی زنگ بزنیم؟ بله دوبله نکردن. اینو چرا خدای وقتی دوبله نمی کنید چرا میذارید؟ باشه تامی. بله چه صدایی بس. داریم ماموریت آقای ورسیتی عزیز رو انجام میدیم، ماموریت خودمون. حالا اگه پارت قبلی دیده باشید این همین قصدی که میبینید و ما گرفتیمش. این ماموریت این ورس چی داریم؟ بله اینجا هم که کلن دوبله نکردم. بله کلن علاوه بر اینکه دوبله نمیکنه اون دوبله اصلی هم و زبان اصلی هم میزنه، کلن میپکنن. بله ظاهرا یکی از اون بارهایی که به ما حق حفاظت پرداخت میکرد دیگه این کار رو الان نمیکنه، ما پولی نمیده و کارش رو سپرده به یه گروه دیگه و ما به لنس گفتیم که چیکار داری میکنیم و گفتید درست راستوریستش میکنم دیگه. میه راستوریست کردن و کلا باید یه خورده بینشون خراب شد، بین تامی و لنس. خب اینجاست. خب یه راهکار خیلی موثر دارم براتون. خب این دوتا نگهبان رو میبینید راحت زیرشون میکنید و میگید با همین یارو صحبت میکنید. خب اول این اسلحه ها رو بردارم. خب دیگه نبود همین. خوبه یکی باید مراقب اون محافظت باشه. لعنتی دوباره لعنتی. من به این آشغال احتیاجی ندارم. این احمقا حفاظت DVP رو اطراف محل بر عهده دارن. شما هم یه جوری مثل اونا هستید. بعداً میبینمت. آره هرچی. وای پشت سرت یارو. وای من محافظ دارم و محافظ دارم. خب اینم زدیم. اوه شیت. با موتور رفتن متواری شدن. یه حرکتی بکنیم. خب بپرید دیگه بابا، بپرید داخل. Oh yes. Oh fuck, چه شانسیه. زد ما رو پاره کرد. اینا هم مالا رو. وای یه مش بسمن. اوه بایستم تو سوار شی حالا. ایول تونستی این ماموریت با موفقیت رد کنی. یه سوری داشتم میرفتم بدن.
یه خیال پیاده میشیم. کسی نیست سنگ بزنه با ما؟ بله کیه؟ اوه لنسه. با هم صحبت کنیم. مشکل چیه لنس؟ مشکل تای رفیق، فکر کنم صحنه عادلانه‌ای بهم ندادی. تازه تو جلوی افراد منو مسخره کردی. این برام قابل قبول نیست. لنس اینطوری که میگی نبود. داری اشتباه میکنی. داری اشتباه میکنی. من پادوی تو نیستم. لنس کالا رو خراب نکن تا مشکلی نداشته باشیم. هر وقت من مشکلی درست کردم اون وقت بگو. تامی من برات هر کاری انجام دادم، اما تو مثل احمقا با هم رفتار کردی. این کارو نکن. لنس من از پشت بهت خنجر نمیزنم باشه؟ فقط کارو سخت نگیر. شرایط به اندازه کافی دشوار هست. تو دیگه احساساتی نشو. به هم اعتماد کن. گوش میکنی؟ صدامو میشنوی؟ صدا تو میشنوم تامی، اما دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. لنس اینطوری نباش. دیگه بهت هشدار نمیدم. میشنوی؟ فقط راحت باش. چند روز استراحت کن باشه؟ بعداً باهات حرف میزنم. بله لنس یه خورده قاطی کرده و از امروز اینکه امروز ما باهاش اینطوری حرف زدیم و به قولی به تیتیش قواش برخورد. اگه درست گفته باشم ناظرین باید بکشیم. دوستان عزیز اگه پلیلیست بازی مافیا 2 رو ندید توصیه میکنم که برید از دستش ندید. سعی میکنم که اگه بتونم ویدیوهای اونا هم آماده کنم، چون میدونید که ویدیوهای مافیا 2 رو مثلا این آنزیلیس بزن برای همین یه خورده طول میکشه. برای همین فعلا یه مدت رفتم سراغ همین بازی جی وایسی که دوبله هم هست و نیاز به زیبایسیمان هم نداره. احمق چی فکر میکردی؟ هیچ میدونی این یعنی چی؟ فکر کنم تایمرها کار نکردن. اون محل طوری بمبگذاری شده بود که مثل یه کارخونه آتیشبازی باید میرفت رو هوا. مشکل چیه بچه ها؟ مایک قرار بود یه محل منفجر کنه اما فیوزا رو فراموش کرده و حالا پلیسا تمام محل رو گرفتن. باید جنسا رو برداریم از اینجا فرار کنیم. آروم باشید هر دوتون. بذارید کم فکر کنم. تامی ریسیتی هیچ وقت فرار نمیکنه. پلیسا میرن که اونجا رو جستجو کنن، اما این زمان میبره. ما باید خودمون بریم داخل و محل رو نابود کنیم. هیچ کس جز پلیسا نمیتونن برن اون تو. خب ما هم شکل پلیس میشیم. لباس پلیس میپوشیم و کارت عضویت درست میکنیم. همش تقصیر تو شد مایک. معذرت میخوام. کاری که باید بکنیم اینه که مثل پلیسا بریم اون تو کار انجام بدیم و برگردیم بیایم بیرون. باشه. بله این مایک همین دوستی که اینجا دیدید ظاهرا یه بمبی هم قصد کار بذاره تو خواستاش که پارت قبلی دیده بودیم و همین باعث شده که وقتی بمب کار گذاشت بمب عمل نکرد و پلیسا الان کل اون محل رو غرور کردن. خوش شده اونجا از پلیس. ایراد نداره مدل نزدیکه و ما خودمون میرسون. البته دردسر خود رسیدن به اون مکان نیست، دردسرهای بعد از اونجا شروع میشه که بخوای از اونجا فرار کنی و بیای بیرون. دوستان اگه پلیلیست بازی بودی رو ندیدید این وسط اصلا تبلیغم بکنم، ندیدید توصیه میکنم که ببینید. جالبه واقعا و قشنگ بوده و یه کاری بوده که انجامش دادیم. این بولی هم یکی از بازی‌های دیگه راکستاره. راستی اینم بگم که یک سری بازی جدیدم تو راه داریم. A few moments later. اوکی 2000 شمیه و خوب. اوکی اومدن. ایول دو تا پلیس هم اومدن. یس. کاملا اندازه. فقط یه کمی تنگه. آره مال منم همینطوره. خوبه. بله لباس پلیس هم پوشیدیم. سخت نگیر داشت، هیچ پلیسی به این بدی رانندگی نمیکنه. یادت باشه به پلیسا لبخند بزن. سلام سرکار، نشون قشنگیه. نشون قشنگی داریم. خیلی آروم لنس. اوکی میریم داخل. لنس کو اونجاست. خیلی خوب تایمرها تنظیم شدن. 5 دقیقه از همین الان. واک. تا این ستاره شدیم. فاکیس شت. اوه شت. شت پلیس. یا حسین.
خب 4 ستاره بهتره. نوش جونتون. وای بیشتره باش گاز نگیری. ما نشستیم ساکت. باید زد پس سر شما حرومزاده ها تمامتون کرد. وقتی که نکبت با اون قیافه آگلیت یعنی زشتت. تنفر دارم از همتون. آره اما وایسا دیگه. چه خیلی ما این کی استک فوش میخواد. خب یه ماشین دیگه میخوایم. آی بی ناموس بس دیگه خندیدم. دو دقیقهش خندیدیم ها. خب اینو برداریم سوار شد دیگه. بی ناموس اینا رو میگیرم آقا. والا خوبه ایول نایس. مومنت خوبی بود. دیگه پلیس هم رو شناسایی نمی کنن. جالبه. ایول نایس. خوب بود. بله از الان به بعد دیگه اون پول حفاظته دیگه مستقیم بیاد تو جیب ما. $10,000 هم گرفتیم. نایس واقعا جالب بود. کی زنگ میزنه؟ تامی منم لنس. لطفا هیچی نگو چون فرصت حرف زدن نیست. دوست دارم ببینم چی میتونی بگی. من دیگه برای تو اهمیتی ندارم مگه نه؟ تو باید بهتر از اینا مراقبم باشی. یه زندگی بهتر برام درست کنی. میفهمی؟ هی تامی متاسفم فقط مردم به هم اهمیت نمیدن. با هم مثل یه آدم بی ارزش رفتار میکنن. برادر من اون کارو میکنه. خواهش میکنم تو اون کارو نکن. من باید برم. بله دوباره لنس زنگ زد و لنس ظاهرا واقعا فیوس برونده و دیگه مثل سابق رفتار نمیکنه. احترام بیشتری میخواد. موقعیت بهتری میخواد و ما هم تا اینجای کار باش بد رفتار نکردیم و یه خورده باش تند برخورد کردیم به دلیل اشتباهش بود و واقعا دلیلی نمیبینم دیگه. چی میگم والا. دوستان عزیز مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو بخش کامنت حتما برامون بنویسید. لینک پیج اینستاگراممون هم اینجا میاد. امیدوارم که فالوش کنید و لذت کافی رو ببرید. مرسی از اینکه تا اینجای کار همراه بودید. راستی اینم بگم سال خوب و خوشی داشته باشید. سال نوتون مبارک. قربان شما تا ویدیوهای بعدی. خداحافظ.